تمام اهل سنت از مولویشون پیروی میکند. این مولوی هاست که در کنار همدیگر رو قبول نمیکنه. تمام مردم شیعه از ملاهایشون تبعیت میکند، اما این ملاهاست که در کنار هم جور نمیآیند. وقتی شیعه با سنی نسازد، سنی حنفی با سنی حنبلی و با سنی مالکی با سنی شافعی نسازد، شیعه جعفری با شیعه اسماعیلی و با شیعه زیدی و با شیعه کیسانی و با شیعه بطریه و با شیعه جارودیه و با شیعه سلیمانیه نسازد، با شیعه بین هم سید و هزاره بین هم نسازد، سید باز بین هم سید شمالی با جنوبی نسازد، هزاره مثلا جاغوری با هزاره یکاولنگ نسازد، باز داخل قریه هم که بریم طایفه با او طایفه درگیر باشد، بین طایفه هم که بریم نواسای ابقه با دیگری خود جنجال داشته باشه. با این رقم آیا آمادگی ذهنی جهانی داریم؟ ما از رنگ ها بگذریم، بیرنگ شویم. رنگ ها ما را اسیر کرده است، ما اسیر رنگ ها شدیم. الان در افغانستان هم مشکل ملی است. تا اراده ملی ایجاد نشود مشکل حل نمیشه. مشکل ملی با اقدام یک قوم حل نمیشه، با اقدام یک حزب حل نمیشه. مشکل ملی سراسر افغانستان دچار مشکل است. باید یک اراده ملی ایجاد شود، تفاهم ملی ایجاد شود، تعامل ملی ایجاد شود. امت واحده با هم برادر است، از هر قوم که باشد، پشتون باشد، تاجیک باشد، ازبک باشد، هزاره باشد، ایماق باشد، قزلباش باشد، بیات باشد، همه امت واحده است، مسلمان است، امت رسول الله الاعظم است، بنده خداست. اما مادامی که اسیر رنگ ها باشد، در اون صورت نه ظهور اتفاق می افتد و نه زمینه حکومت جهانی میسر میشه. پشتون در کنار ازبک، ازبک در کنار تاجیک، تاجیک در کنار هزاره، این چهار قوم بزرگ در کنار سایر اقوام افغانستان. وقتی که در کنار هم آمدیم مانند اعضای یک فامیل شدیم، اون موقع قدرت پیدا میکنیم. ما 2000 دین و مذهب در امریکا وجود داره، اما اختلاف بینشون نیست، نزاع و تفرقه بینشون نیست. در هند همین گونه 360 خدا در هند وجود داره. ادیانی که در هند و چین است در هیچ جا نیست. زن در هند است، پازن در هند است، باسک در هند است، پاکتیل در هند است، ولی بین هم نزاع نداره. در افغانستان که یک خدا وجود دارد، ببینیم خیابانهایش پر از خون است. یک ایران به او تن نخواهد داد. وقتی که مسئله اقبال سیاسی بود، اقبال مردمی بود، وظیفه ایجاد میشه، مسئولیت خلق میشه که باید زعامت رو بپذیرد. ولی لذا مرجعیت دینی مردم رو داشتن، مراجع تقلید ما زعامت سیاسی نداشتن، مگر بعضی از مراجعی که زعامت سیاسی هم بر اثر اقبال مردم پیدا کرد. مراجع معظم تقلید صلاحیت علمی پیدا میکنند. مرجعی که صلاحیت علمی بود، خب استنباط و اجتهاد رو پیدا کرد، در زندان باشه هم مرجع دینی است، در خانه باشه هم مرجع دینی است. مثل که یک استاد ریاضی و فیزیک در زندان باشه هم استاد هست. نمیشه که علم رو از وقتی رفت در زندان علم از او سلب شود. استاد هر جا که باشه. خدای متعال برای اینکه جاده روشن باشد چراغ نصب میکند، مردم چراغ رو میشکند. چراغ دوم نصب میکنه، مردم میشکند. چراغ سوم 11 چراغ در این جاده نصب کرد، 11 چراغ رو مردم شکستن، نخواستن. خب اینجا مقصر نه نظام ترافیکی است، نه دستگاهی که چراغ رو نصب میکند، مقصر خود مردم است. درسته که اکثریت مقلد هستن، اما باز هم بعضی ها رو میبینیم میگه نه اصلا نیاز به تقلید نیست، ما خودمون عاقلیم، ارشاد عقلی ما را کافی است، نیاز به این آخوندا و ملاها هم نیستن. شما که دیندار هستید همه رو قیاس به نفس نکنید، همه مثل شماها نیستن. کسانی هستن که اصلا مرجعیت رو زیر سوال میبره، امامت رو زیر سوال میبره، حتی نبوت رو زیر سوال میبرد و هزار فیه و اشکال تراشی در قضایات دارن. خواستم عرض بکنم که برادران آمادگی نشان دهید. آمادگی که نشان دادید اون موقع ظهور نزدیک و نزدیکتر میشه. وقتی یک قوم با قوم دیگر سازش ندارد، با دنیا سازش دارد. وقتی یک قریه با قریه دیگر سازش ندارد، با جهان سازش میکند. حسینیه بر علیه حسینیه، مسجد علیه مسجد، امام جمعه علیه امام جمعه، جماعت علیه جماعت، مدرسه علیه مدرسه، این اونو قبول نداره، اون اینو قبول نداره.